میشه شما یادمون بدی؟ من عکاسم، عکستو میکاسم، بوسته میکنم. الو جانم، نه من خانوم نیستم، صدام نازکه. عکاس خانوم نداریم. شوهر دوست نداره آقا عکس بگیره، خود چیکار کنم؟ برو ببین. اینو ازت میخوام. اینو. افلیجی؟ مشکل داری؟ خودت دوست عکس دو نفره بگیرم نصف کنم بشه عکس تکی؟ مگه فلافل دونونه؟ اصلا به این لنز دست نزن. گلم دست نزن. میگم دست نزن به این لنز. کل فامیل منتظر فیلم عروسی توه. فقط تو شوهر کردی؟ بتم اکثرتم میفرستم دیگه. صراخ این نیمراخه. آخه به نظرت این زاویه درسته؟ بری بگیر. اینو بگیر برو خودت عکس بگیر. پاپیو. منم فرمالیته نوک برج میلاد. حس نمی‌کنی یکم تیزه؟ برو ببینم. انا بر خدا چرا سکو صورتت اینجوری می‌کنی؟ باشه. توبه. یواش بیا پایین. یواش. مگه میگم یواش. عزیزم ما طی کردیم من یه سری عکس و مراسم دست خانوادگی درجه یکت بگیرم. پسر عمه عروس خاله نامه عمت بچه‌شو گذاشته وسط سفره. میگه عکس بگیر. الان هم دارم دست بچه‌ها رو از دست خشتک دومات ادیت می‌کنم. چیکار می‌کنی؟ یاداشه. کامرافوبیا دارم. عقد خجالت بکش. آقای نادری خوبی سلامتی؟ شنیدم امروز ختنه سرون پسر و گلت بوده. پول فیلم برداری عروسی تو نمیخوای بده؟